بسم الله الرحمن الرحیم. به یکی از دوره‌های آموزشی اکادمی قیومی خوش آمدید. در این مجموعه ویدیوهای آموزشی زبان برنامه‌نویسی جاوا را از دوره مقدماتی تا پیشرفته جاوا را به شما آموزش می‌دهیم. می‌خواهم آموزش‌ها را به صورت مرحله به مرحله و بخش به بخش و جز به جز جلو بریم و از یک کاربر آماتور به یک کاربر حرفه‌ای در زبان برنامه‌نویسی جاوا باشیم. این دوره آموزشی ما کاملا رایگان در کانال ما قرار می‌گیرد. بنابراین در این دوره آموزشی با ما همراه باشید و از شما خواهش می‌کنم ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه نوتیفیکیشن را حتما فعال کنید تا ویدیوهای ما را از دست ندهید. ممنون با ما باشید. جاوا چیست؟ جاوا یک زبان برنامه‌نویسی عام‌المنظوره مبتنی بر کلاس و شی‌گرا است که برای داشتن وابستگی‌های پیاده‌سازی کمتر طراحی شده است. زبان برنامه‌نویسی جاوا شبیه C++ است. جاوا یک زبان برنامه‌نویسی ساده، پرطرفدار و قابل اعتماد است. برنامه‌هایی که با زبان جاوا تولید می‌شوند بر روی بیش از 56 میلیارد دستگاه در جهان از کامپیوتر شخصی، تلفن همراه، تبلت، ساعت و کارت اعتباری گرفته تا تلویزیون هوشمند، دوربین‌های دیجیتال، کنسول‌های بازی اجرا می‌شوند. بنابراین زبان برنامه‌نویسی جاوا را می‌توان یک زبان همه منظوره با قابلیت اجرا روی انواع بسترها، پلتفرم‌ها به شمار آورد. زبان جاوا را تمامی رتبه‌بندی‌های انجام شده روی زبان برنامه‌نویسی همواره جزو 30 زبان برتر بوده و از محبوبیت زیادی بین برنامه‌نویسان برخوردار است. ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی جاوا. زبان برنامه‌نویسی جاوا دارای ویژگی‌های زیادی است که بر محبوبیت آن بین برنامه‌نویسان می‌افزاید. در این قسمت به بررسی مهمترین ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی جاوا می‌پردازیم. 1. سادگی زبان جاوا. به گفته سن مایکروسیستم، زبان جاوا یک زبان برنامه‌نویسی ساده است، زیرا دستورات جاوا بر اساس زبان برنامه‌نویسی C++ است. 2. شی‌گرا Object Oriented. 3. قابلیت حمل. 4. امنیت جاوا. یکی از ویژگی‌های جاوا امنیت این زبان برنامه‌نویسی است. با زبان جاوا می‌توان سیستم‌های عاری از ویروس را توسعه دهیم. علت امن بودن جاوا آن است که اولا اشاره‌گر سریع ندارد، دوما برنامه‌های جاوا در داخل جعبه ماشین مجازی اجرا می‌شوند. اجزای اصلی زبان برنامه‌نویسی جاوا. یک برنامه‌نویس جاوا برنامه‌ای را که با زبان کد منبع یعنی سورس کد که تنها توسط انسان قابل درک و خواندن است می‌نویسد. اما CPU یا تراشه هرگز کد منبع نوشته شده در هیچ زبان برنامه‌نویسی را درک نمی‌کنند. این کامپیوترها یا تراشه‌ها فقط یک چیز را درک می‌کنند که به نام زبان ماشین یا کد ماشین می‌گویند. این کدهای ماشین در سطح CPU اجرا می‌شوند. بنابراین کدهای ماشین برای مدل‌های دیگر CPU متفاوت خواهند بود. همه این عملکردها در داخل C مؤلفه پلتفرم جاوا رخ می‌دهد که در ادامه این C مؤلفه را بررسی می‌کنیم. 1. کیت توسعه جاوا یا جاوا دیولپمنت کیت است. 2. ماشین مجازی جاوا یعنی جاوا ورچوال ماشین. 3. محیط اجرای جاوا یا جاوا رن انوایرمنت به مخفف GRA یاد می شود. نصب جاوا. برای نصب جاوا ما به دو چیز ضرورت داریم. اولین چیزی که به آن ضرورت داریم یک JDK است و دومین چیزی که ضرورت داریم یک محیط کد نویسی است. ما در این جلسه از نتبینس برای کد نویسی استفاده می کنیم. بیایید این هر دو را دانلود کنیم. گوگل کروم را باز می کنیم. نوشته می کنیم اینجا JDK دانلود.
از سایت اصلیش اوراکل آن را دانلود میکنیم. کاملا رایگان می باشد. کمی پایین تر می آییم. در اینجا برای 3 سیستم عامل JDK وجود دارد. کسایی که لینوکس استفاده می کنند از اینجا دانلود کرده می توانند و کسایی که ماک استفاده می کنند از اینجا دانلود کنند و کسایی که سیستم عامل آنها ویندوز است از اینجا دانلود کرده می توانند. ما در اینجا 64 بیت اینستالرش دانلود می کنیم. کلیک می کنیم. دانلود ما هم تمام شد. قسمی که می بینید JDK 23 آخرین ورژنش دانلود شد و حالا نتبینس را دانلود می کنیم. یک صفحه باز می کنیم. نوشته می کنیم اینجا نتبینس دانلود. در اینجا آپاچی نتبینس سایتش آورد. از اینجا دانلود می کنیم. باز می کنیم. در اینجا آپاچی نتبینس 24 آخرین ورژن نتبینس هست که آورده. روی دانلود کلیک می کنیم. در اینجا آپاچی نتبینس 24 برای ویندوز 64 بیت را دانلود می کنیم. کلیک می کنیم رویش. در اینجا یک لینک داده که برای دانلود آن. رویش کلیک می کنیم تا دانلود شود. دانلود نتبینس ما تمام شد. پوشه دانلود را باز می کنیم. JDK را نصب کنیم. باز می کنیم JDK را. روی نیکست کلیک می کنیم. روی نیکست کلیک می کنیم. در اینجا کمی منتظر می باشیم تا نصب ما تکمیل شود. نصب JDK ما تمام شد. حالا روی کامپیوتر ما JDK نصب است، اما کامپیوتر ما نمیشناسد که در کجای کامپیوتر ما JDK نصب است. باید ما با کامپیوتر بشناسانیم که JDK ما در کجا نصب شده. برای آن کار درایو سی را باز می کنیم. پوشه پروگرام فایل را باز می کنیم. پوشه جاوا باز می کنیم. این پوشه را بین را باز می کنیم. از اینجا آدرس یعنی موقعیتی که JDK ما نصب است کپی می کنیم. کنترل سی می کنیم کپی شود. خاموش می کنیم. رایت کلیک می کنیم. پروپرتیز را باز می کنیم. ادوانسید سیستم سیتینگ را باز می کنیم. ادوانسید کلیک پد edit نیو. در اینجا پیست میکنیم موقعیتی که JDK ما وجود داشته را کپی کرده بودیم. در اینجا موقعیتش را پیست میکنیم. در درایو سی پروگرام فایل جاوا JDK و در پوشه بین موقعیت داشته. روی اوکی کلیک میکنیم. اوکی و خاموش میکنیم. این را CMD را باز میکنیم. نوشته میکنیم در اینجا جاوا فاصله داش ورژن و اینتر میکنیم. قسمی که میبینید شما JDK ما به صورت موفقانه نصب شده. این را خاموش میکنیم. پوشه دانلود را باز میکنیم. در اینجا آپاچی نتبینس کلیک میکنیم رویش. نیکست کلیک میکنیم. تیک را میزنیم اینجا. نیکست را کلیک میکنیم. نیکست اینستال. کمی منتظر میباشیم تا آپاچی نتبینس ما نصب شود.
فینیش کلوز میکنیم. در اینجا اپورتونیتیز ما موفقانه نصب شده. آن را باز میکنیم. رایت کلیک، اوپن. نتبینس ما باز شد. وقتی که اولین بار نتبینس ما باز می شود به این صفحه روبرو می شویم. ما در اینجا یک پروژه ساده ایجاد می کنیم که آیا برنامه ما کار می کند یا نمی کند. فایل را می زنیم، نیو پروژکت. در اینجا جاوا را انتخاب و جاوا اپلیکیشن را انتخاب می کنیم. در اینجا چندین ویژگی های دیگر هم وجود دارد که در جلسه های بعدی یاد خواهیم گرفت. در اینجا پروژکت نیم است. نام پروژه ما چی باشد اختیاری است که ما خود ما تغییر داده میتوانیم نامشه و چندین قوانین دارد که در وقت نامگذاری باید آنها را مراعات کنیم. حالا باشد در جلسات بعدی قوانین نامگذاری را یاد میگیریم. و در اینجا پروژکت لوکیشن یعنی موقعیت پروژه ما که در کجا ذخیره می شود وجود دارد که ما از اینجا موقعیت پروژه ما را تغییر داده می توانیم. و در اینجا یک گزینه دیگه هم وجود دارد که کریت مین کلاس یعنی مین کلاس ما به صورت پیش‌فرض ایجاد شود یا ایجاد نشود. وقتی که تیکش را میگذاریم مین کلاس ما ایجاد می شود و تیکش را برداریم مین کلاس ما ایجاد نمی شود. حالا مین کلاس چه است در جلسات بعدی به صورت مکمل یاد میگیریم که مین کلاس چه است. حالا تیکش باشد فینیش میزنیم. قسمی که میبینید شما در اینجا پروژه ما ایجاد شد. در اینجا کدهای زیادی هم وجود دارد. خود نتبینس به صورت پیش‌فرض ایجاد کرده. در جلسات بعدی هر کد را دانه به دانه و شما یاد میدهیم که چه وظیفه دارند، چه خصوصیاتی دارند. حالا یک خروجی ساده میگیریم. در اینجا مثلا نوشته میکنیم هلو جاوا باشد. رن میکنیم. قسمی که میبینید شما در اینجا هلو جاوا نمایش داده شد. یعنی برنامه ما به صورت مکمل درست کار میکند. در ویدیوهای بعدی به صورت مفصلا تمام چیز را یاد میگیریم. به هر حال ممنونم از شما در درس های جاوا با ما همراه بودید. لطفا ما را حمایت کنید و ویدیوهای ما را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را فعال کنید. با هم برنامه جاوا را از 0 تا 100 بیاموزیم. به طور حرفه‌ای همه چیز را یاد بگیریم. ممنونم از همراهیتان دوستای عزیز. در ویدیو بعدی همراه شما خواهم بود. متشکرم. موفق باشید.